در قطعه زمین نزد حولیگی منزل استقامتی ساکن محله شروعباد دهات تهرای ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین این یارو یک نیم ساله درخت سیب امسال حاصل بستند. اسکندر حبیبزاده سابق مدیر شعبه عمومی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه صاحب این منزل با رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی در مساحت 2 سوتق زمین نزد حولیگیش باغ اینتنسیوی بنیاد کرده است. برای آبیاری درختان آب را صرفه‌کارانه استفاده نموده اصول آبیاری قطرگی را به راه مانده است. 3 سوتق زمین دیگه است که ما برای خب استفاده بودن خب کارتوشکا، پیاز بیخ، خب سبزی، قرنفل تیز، قرنفل شیرین، خب پامیدور و بادرینگ در همین 3 سوتق پرورش نموده ایستاده ایم. وقتی که محصولات همشون از خودمون تیار کرده میشن ما خب از بازار استعمال ای بازار خریداری نمیکنیم. همش از همین باغی خودمون ثمرانو ما استفاده میبریم. از زمین استفاده میبریم. اسکندر هر وجب زمین نزد حولیگی منزل استقامتیش رو عاقلانه و ثمراناک استفاده کرده است. زمین را با قطعه‌ها جدا نموده این سبزیجات‌های گوناگون را کش نموده است. آب و هوای مساعد اقلیم کوهستان و خاک سیاه حاصلخیز، نور آفتاب تیز و وزش شمالی فورم امکان داده است که محصولات‌ها به نقصان پرورش یابند. در قلمرو جماعت 379 گکتار زمین نزدیک موجود است که از این در میدان 36 گکتارش کارتوشکا کشتی کارتوشکا زنده شد. در میدان 12 گکتار محصولات سبزیجاتی یعنی پامیدور، بادرینگ، پیاز و دیگر نمودی سبزیجات کرده شده است. این در میدان 250 گکتار باغ یعنی باغ نزد حولیگی موجود میشد. این روز مردم علاقه در زمین‌های نزدیک با باغ‌های اینتنسیو و باغ‌های قطرگی استفاده بردند. در دهات تهرای به مثل اسکندر همه ساکنان قطعه‌های زمین‌های نزد حولیگیشان را ثمراناک استفاده نمودند. در قطعه زمین نزد حولیگی منزل استقامتی جمعه‌خان نظریف از لوبیاگی‌ها تا سبزیجات‌ها نامگوی محصولات‌ها از لحاظ اکولوژی تازه پرورش می‌یابند. وقتی که شخص در ده زندگی کرده صاحب زمین شد یک پارچه زمین شد باید از همون پارچه زمینش خیلی ثمراناک استفاده برد. وقتی که با زمین دلسوزانه مناسبت کردی با زمین دلسوزانه رفتار کردی هر آرزویی که داشته باشی زمین برایت مهیا میسازد. از کردیم ما در همین ببینیم در همینجا هم کارتوشکا میکاریم هم لوبیا میکاریم هم پامادر قلنفر همه چیزا را برای روزگار میکاریم. باور کنید اگر همین در همین زمین تیرای 30% زحمت بکشی با تمام همون آرزوها میرسی. تمام حاصل زمین برایت میده. و یک خوبیش در همین است که زمین اینجا به یگان استفاده بری مواد کیمیایی زمین حاصل خیز است. از اونجاست که همین کلمه تیرای هم خودشان سرزمینی غله و سرزمینی علف و سرزمینی چوروا گفتند. باغکاری سمت دیگری فایده آوری فعالیت ساکنان تهرای زمین میباشند که در دوران صاحب استقلال کشورمان رشد کرده همه ساله صدها تن این محصولات از لحاظ اکولوژی تازه از زمین‌های نزد حولیگی این دهات به گوشه و کنار جمهوری برآورده میشوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید.